امروز میخوام در مورد برندسازی پزشکان، دیجیتال مارکتینگ برای پزشکان و راه اندازی کسب و کار وبیون صحبت کنم. سلام، من بختیار آهنی هستم و در این ویدیو میخوام نقطه شروع کار خودم رو براتون توضیح بدم تا جایی که رسیدیم به وبیون. بنده سال 1382 برنامه‌نویسی رو شروع کردم. سال 1385 اولین شرکت خودم رو ثبت کردم. علتش هم این بود که یک نرم افزاری ساخته بودم که تونسته بود میلیون ها بفروشه و برای اینکه بتونیم قرارداد ببندیم من مجبور شدم که اون زمان یک شرکتی رو ثبت کنم. بعد از ثبت شرکت به فکر برندسازی و اینجور داستان افتادیم که اون زمان کلی من رفتم یاد گرفتم. چند سال گذشت، ما اولین کار اون نرم افزاری که من ساخته بودم روی سیستم عامل ویندوز نصب میشد، اما بعدنها ما به فکر آنلاین و اینترنت افتادیم و اولین سایت خودمون nabzekala.com رو با دوست خوبم ربوار ثبت کردیم. ایده این بود که ما یک نرم افزار حسابداری ساخته بودیم که با یک کلیک به یک فروشگاه اینترنتی تمام عیار تبدیل میشد. ایدهمون خیلی خوب بود و وارد فضای آنلاین شده بودیم، اما زمانش زمان مناسبی نبود. اون زمان خیلی فروشگاه‌های اینترنتی مثل الان وجود نداشت و ما یک کمی خیلی زودتر این رو درست کرده بودیم. ربوال برای دکتراش رفت فنلاند، منم برای اینکه کارشناسی ارشدم رو بخونم رفتم و تموم شد این داستان و کلا این ایده رو بیخیال شدیم. دامنه همچنان هست ولی دیگه پیگیریش نکردیم. به خاطر ادامه تحصیل من خیلی هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی رو دوست داشتم، رفتم هوش مصنوعی خوندم. خلاصه در حین تحصیل کارشناسی ارشدم با یک پزشک خیلی خوب در تهران آشنا شدم، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ خواب که پزشک خوبی بودن، خیلی پیشرو بودن ایشون هم. و وقتی ما با هم یه جلسه ای داشتیم به من اولین کارش رو داد. گفت آقا ما میخوایم یه دونه ربات تلگرامی بسازیم که بتونه به سوالات مردم جواب بده، یعنی به سوالات پزشکی مردم جواب بده. خب منم هوش مصنوعی خونده بودم، نشستم با مدل های یادگیری ماشینی چند تا مدل ساختم و با برنامه نویسی روی تلگرام یک رباتی ساختم که میتونستیم اون زمان به سوالات مردم در تلگرام به صورت اتوماتیک جواب بدیم و شاید باور نکنید که در یک سال ما تونستیم 100,000 یوزر بگیریم که واقعا شگفت انگیز بود. اما مثل همیشه تلگرام فیلتر شد، ما کمی ناامید شدیم و به خاطر همین داستان رفتیم سمت ایده های دیگه و کلی سایت، یعنی فکر کنم 50 تا سایت مختلف در زمینه های مختلف زدیم و کارهای مختلفی که دیگه نمی گنجه تو این ویدیو در موردش صحبت کنیم و بعضیاش هم حتی محرمانه هست. کارهای خیلی مختلفی انجام دادیم. من با پزشکای مختلفی طی همین آشنا شدم، کار کردم و دغدغه‌هاشون رو شنیدم و بعد از مدتی به این فکر افتادم که واقعا ما پزشکای خیلی خوبی داریم که مردم نمیتونن این پزشکا رو پیدا کنن و واقعا حیفه. چرا باید این پزشکای خوب رو برندسازیشون کار نکنن، توی فضای اینترنت نباشن؟ برای همین من هی پیشنهاد میدادم، اصلا کسب و کاری هم بهش فکر نمی کردم، فقط پیشنهاد دادم که آقا شما باید یه وبسایت داشته باشید، شما باید بیایید بگید که چه تکنیک های پیشرفته الان دارید کار میکنید، با چه دستگاهی دارید کار میکنید و تا بتونید به مردم عزیزمون کمک کنید. و همین داشت جلو میرفت تا اینکه خب ما با چندین تا پزشک داشتیم کار میکردیم و خانومم همسر عزیزم پیشنهاد وبیون رو داد. گفت آقا ما یک کسب و کاری رو اندازی کنیم و این رو در قالب کسب و کار به پزشکا کمک کنیم که پزشکای خوب کمک کنیم که بتونن مردم عزیزم اونا رو بشناسن و ما میتونیم خیلی کمک زیادی به دنیا بکنیم از این طریق.